به پیشبینی اگنتی هواشناسی تاجیکستان تا 16 دکامبر سال 2021 در جمهوری هوا یک بار سرد می شود. در وادی ها انتظار می رود که باران باریده و برف تر تبدیل یابد، ولی در مناطق کوهستان و کودامن در دوام این هفته برفباری های شدید پیش بینی کرده می شود. بنا به پیشبینی هواشناسان، به استثنای ولایت مختار کوهستان بدخشان، در باقی قلمرو تاجیکستان تامان هم می فراید. به حساب میانه حرارت روزانه هوا در وادی ها و مناطق کودامن طبق جدول سلسی از 8 تا 10 درجه سرد می شود. در رابطه با چنین یک باره بد شدن وضع آب و هوا، کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از ساکنان خواسته است که در این شب و روز سردی ها هنگام استفاده دستگاه های برقی گرمی دهنده قاعده های بیخطری ضد سوختار را قطعاً رعایت کنند، نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده برند و هنگام حرکت در راهها بخصوص در راههای کوهستان و عقبه ها قاعده های حرکت در راه را نیز قطعاً رعایت کنند. کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان خواست تا در این روزها بدون ضرورت عاجل توسط راههای کوهستان حرکت نکنند، از انجام کارهای کشاورزی، چراندن چاروا، ماهیگیری، جمع‌آوری هیزم در کوهها خودداری کنند، وابسته به آب و هوا لباس گرم پوشند، جوی و کانال‌های آبپرتو را تازه کنند و بخاری‌هایشان را یک بار دیگر تازه کنند. کمیته حالتهای فوق‌العاده از همه خواسته است که در این شب و روز سردی خود را احتیاط کنند.